درود به گایزای توی خونه، حالتون چطوره؟ من امروز میام خوش اومدین به یه ویدیو جدید. امیدوارم که هر جا هستین حالتون خوب باشه. دلیلی که این ویدیو رو گرفتم اینه که امروز میشه گفت تقریبا 2 سال هستش که ما این کانال یوتیوب رو تأسیس کردیم و شما رو در کنار خودمون داریم. خیلی خوشحالم که تونستم بالاخره تا این حد پیش بیام و این 2 سال رو بگذرونم به هر نحوی. خیلی متشکرم از شما که توی این مدت منو ساپورت کردین، همراه من بودین، با لایکاتون، با کامنتاتون، با نظرات خوبتون توی بهتر کردن ویدیوها نقش داشتین. خیلی متشکرم ازتون که در کنارم بودین و هستین و امیدوارم که در کنارم باشین و بیشتر بشین و به موفقیت‌های بهتر و قشنگتری برسیم. همین دیگه، خواستم ازتون تشکر بکنم بابت این مدتی که کنار هم بودیم، ویدیوهای قشنگی ساختیم، واکنش‌های شما رو دیدم و لذت بردیم از همدیگه در کنار هم بودن. و به این صورته موضوعی که هست، من قرار بود پارسال یه تغییر خیلی بزرگی توی بحث ویدیو ضبط کردن و کارهایی که قرار انجام بدیم و به اصطلاح پیش ببریم ایجاد بکنم، ولی خب متاسفانه مشکلی که پیش اومد این بود که همزمان شد با درس‌های خیلی سخت دانشگاه و دیدیم که من داخل این 1 سال گذشته اصلا فرصت نکردم اونجوری که باید ویدیو بذارم و به اصطلاح فعالیت داشته باشم داخل یوتیوب. حالا بحث اینستا یه مقدار جداست، ولی خب داخل یوتیوب نتونستم اونقدری که باید و شاید ویدیو بذارم. سر همین این تغییرات موکول شد به سال دوم که میشه تقریبا یه 2-3 روز پیش و قرار شد این تغییرات بزرگ رو ایجاد بکنیم تو بحث بهتر کردن ویدیو، بهتر کردن کیفیت و چیزهای دیگه که یه مقدار جزئی تره ولی خب میدونم تاثیر زیادی داره. این تغییرات قراره حدوداً 1 ماه دیگه یا کمتر اعمال بشه، هم از نظر به اصطلاح کیفیت ویدیو، از نظر بحث ادیت کردن ویدیو و اینکه بتونم خیلی سریعتر و مفیدتر ویدیو رو آپلود بکنم و به صورت براتون بذارم و لذت ببرین. و به این صورت هستش. کلا قراره یه تغییر توی به اصطلاح تجهیزاتمون بدیم و سطح ویدیوها رو یه مقدار بالا ببریم، از همین خود دوربین گرفته تا میکروفون و به اصطلاح دستگاه‌های دیگه که قرار اضافه بکنیم برای بحث‌های ادیت ویدیو. و آره دیگه، قراره کلا یک لول آپ بشه این کیفیت ویدیو و قراره یه مقدار جدی‌تر روش به اصطلاح تمرکز داشته باشیم، چون داخل این 1 سال اولی که گذشت، 1 سال اول یه حالت به اصطلاح آزمایشی بود. سال دوم بعد بهتر میشد که متاسفانه نشد، یعنی منظورم پارسال تا الانه. و حالا امسال که قرار سال سوم باشه، قراره که خیلی قوی‌تر، مصمم‌تر و با برنامه‌تر ویدیو رو براتون بذارم. و آره دیگه، کلا قراره گفتم دیگه یه لول اپ خیلی خفن داشته باشیم از همه نظر، هم از نظر تعداد ویدیو، کیفیت ویدیو و به اصطلاح فعال بودنمون داخل یوتیوب. قرار اینو خیلی بهتر بکنیم و به این صورت هستش. همین دیگه، خواستم این ویدیو رو بگیرم، هم تشکر بکنم ازتون بابت در کنار من بودن، همین که بگم که این حمایت هاتون و کمک های بی نظیرتون داخل بحث یوتیوب قرار نیست که بی جواب بمونه و قراره که به لطف و کمک شما به اصطلاح محتواهای بهتر و قشنگتر و جذابتری بذارم، این کانال رو پیش ببریم هرچه قشنگتر و زیباتر و قویتر از امسال تا به آینده و هر جا بخوایم پیش بریم. جملات قاطی شد. آره دیگه، همین دیگه، خواستم این ویدیو رو بگیرم، تشکر بکنم ازتون بابت حمایت هایی که داشتین داخل این 2 سال در قبال من، تشکر بکنم و بگم که این حمایت ها قرار نیست بی‌نصیب باشه و قرار تغییراتی داشته باشیم و اینطور چیزا. و به این صورت هستش دیگه، ویدیو رو تموم میکنیم. خیلی متشکرم از شما که در کنار من بودین این چند سال، بهم کمک کردین، نظر دادین، سعی کردم محتوامو بهتر بکنم. خیلی متشکرم ازتون. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین، مراقب خودتون، دوستاتون، خانواده‌تون و اطرافیانتون باشین. و تا ویدیوی دیگه که امیدوارم تغییرات بزرگ اعمال شده باشه یا در حال اعمال شدن باشه ببینمتون. و همین دیگه، تا ویدیوی دیگه و پیشرفت‌های بزرگ دیگه، فعلا بدرود.